سلام بچه ها، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. بچه ها ببخشید یکم مریض هستم، گلوم درد میکنه اینجور دیگه، یکم مریض هستم. خوش اومدید به یک ویدیو دیگه با بازی های تخمی. ببخشید بچه ها دیگه بله، بریم شروع کنیم. پیکسلی این پاهاش کو بازی تخمی. بله، بازی تخمی. این بوکسری که اینجا میبینید این ساختمون رو داره میزنه که نمیدونم چرا میزنه، که داره چیه، بالاخره میزنه. بله، چرا من هی باخت میدم؟ این چه وضعشه آخه؟ بیا، من هیچ کار نمیکنم. این چه وضعشه؟ نمید دیگه بازی های تخمی. بله، این چی؟ این چی آخه؟ بس بازم اگه میخوای یه ویدیو میگیرم مزخرف ترین بازی روی کره زمین رو بازی میکنم. چرا ما میمیدی؟ یه دیگه ببینم چه بازی آخه. مریض دارم فشار میخورم. خوبی های مدرسه اینه که نه، مدرسه نه. خوبی های مدرسه چی میگم من؟ خوبی های مریضی اینه که مدرسه نری. بابا ولمون کن دیگه. چه وضعشه این آخه؟ بیا، الان من چرا مردم؟ بله، ایشون دابل ترامپ هستن و بله،
اصلا منطق. چرا باید ترامپ یه خونه رو مش بزنه بهتره کنه؟ نمیدونم. و فکر کنم این بازی رو چین ساخته که چین نه تایوان ساخته که برای اینکه مثلا مردم تایوان نشون بدن که مثلا اینا بدن و اینجور داستان ها. نمیدونم. بچه اگه صدام در نمیاد نمیشنوه صدا منو، من واقعا از شما عذر میخوام، لطفا منو ببخشید، مریضم، ولی برای شما ویدیو درست میکنم همیشه. دوباره باخت. بچه کشوری که خیلی خیلی دوستش دارید و تو کامنت ها بنویسید. بله، دابل ترامپ مش میزنه و نمیدونم این چرا اینجوریه. و بله بیا آخرین بارم بازی میکنم، اگه این بارم باختم دیگه هیچی. بابا بیرمون کن دیگه. بچه 2 روز بود ویدیو نگذاشته بودم، ببخشید دیگه. هر روز ویدیو میذارم برای از اینا برای شما و اینجوری بریم. این خونه طلایی برای میلیاردرها بود. الله اکبر. نمیدید دیگه بازی تخمی. بله الان من هیچ کاری نکنم میمیرم. آیه دیگه سب کن نمیمیرم. بیا مردم. خب بچه ها اینم از این ویدیو. بازم دوست داشتید ولیاش و پارت 2 اینم میاد. بازی تخمیه دیگه. و تا یک ویدیو دیگه، خداحافظ.